من جالب عرض بکنم به عنوان عضو کمیسیون برنامه و بودجه، جناب آقای باقری، ما همین امروز که خدمت شما هستیم ماهی بین 15 تا 25 هزار میلیارد تومان هنوز داریم اوراق دولت قبل رو داریم ما چه میکنیم تصویه میکنیم. تقریبا اندازه بودجه یک سال بدهی باقی گذاشت دولت سابق. بله، بیشتر. بله. اون زمان البته بیش از 500 همت، اون زمان 400 و خورده نزدیک 500 همت که بودجه اون زمان، چون الان بودجه دیگه خیلی افزایش پیدا کرده تو این سالها. من جالب عرض بکنم به عنوان عضو کمیسیون برنامه و بودجه، جناب آقای باقری، ما همین امروز که خدمت شما هستیم ماهی بین 15 تا 25 هزار میلیارد تومان هنوز داریم اوراق دولت قبل رو داریم ما چه میکنیم تصویه میکنیم. تقریبا اندازه